چیز شلخه میگیم این ما ونم شلخه وقت میکنیم. خدا در گل، خدا در آب و رنگ است، خدا نقاش این جمع قشنگ است. این یک تفاره وسط از خور واسن که بخدا اجازه دادن که کلام گوخر و بولید بونگان رو واسه یا خونه بود. همینجا خونه بود که اولش دیگه بود سرکه که جور کردن خونه رو بعد چپ. باز هم شما را آوردیم بسیار زیاد به موقعیت زیبا، دیدنی، قشنگ. با نام یاد خدا، سلام و درود به پایان حضور همه شما خوبان. امیدوار هستم سعادتمند و سریحال باشین و زندگی تا این دم و کامی دلتان بچرخه. بازم خوش آمدین به یکی دیگر از ویدیوهای کانال یوتیوب بدخشان پلاس از بدخشان زیبا با من عبدالفتاح عزیزی. دوستای عزیز، ما باز هم شما را آوردیم بسیار زیاد به موقعیت زیبا، دیدنی، قشنگ. دیگه ایدسی که بلند آمدیم از خاطر یکم پر نفس‌های ما پیچیده رئیس مانده شدیم. دیگه این طرفش هم می‌بینین خانگاه‌های سنگی را مکمل ایلاق هستن. ایلاق نشینا است. و طرف پایین هم می‌بینیم این رقم است. این طرفی او طرفش هم که می‌بینین گندم تا هنوز هم سرسبز است. یعنی یگان جاها فکر کنین که حتی شالی بدرو شده ولی اینجا تا هنوز هم که هنوز است گندمش سبز است و نرسیده که چند ماه دیگه میرسه. به خاطر که منطقه بسیار زیاد سرد است، هوای معتدل داره و قدر گرم نمیشه، از او خاطر گندم‌ها سرسبز مونده. ما آمدیم منطقه را یک چکر بزنیم. این علاقه ها همین خانه‌های گلیر، خانه‌های سنگفرش خواستیم به این بانا شما را یک چکر بتیم. این قسم می‌بینید این دوستا هم بسیار از جاهای دور میلا آمدن، از فیض آباد هستن و از دیگه ولایت‌ها. همون تا آهسته میریم همراهشون صحبت میکنیم. بعدا اگر تا نیستیم این خانگاه کارم یکم تایشه بر شما نشان میتیم. اینی هم سقف یکی از خانه است، بام یکی از خانه است که شما بیننده هستین. من تا میشم. این دوستای عزیز، قسمی که گفتم این خانه کاملا از سنگ ساخته شده. ما چیم در زیر کامار است چیست کاملا همون تو بسیار زیاد طبیعی هم یک سنگ بالای سنگ مونده و لایش زده خلاص. این طرف تر بیم دوست هست انشالله کمرای ما صحبت کنن. سلام علیکم و رحمت الله. چیل دارین سب؟ خوب هستین جان؟ شما جور است آرامی؟ شما خوب هستین سیادمند؟ حالا اول شما خوب است؟ شما خوب هستین حالا سیادمند هستین حالا اول خوب است؟ مزاحم نشده باشیم؟ بفرمایید سب بشینین. انشالله خیرتی است؟ الحمدلله خیرتی. نام مبارک شما چیست؟ اسم ما پالوان غفار. آها پالوان غفار. پالوان است یا نه که هم تخلصت پالوان است؟ نه پالوان هستم. ها پالوان چی هستین؟ کشتیگیر هستم. کشتیگیری. این خیلی یک رقیب پیدا کردی. ولی دوستای عزیز یک شوخی کردن دیگه ولی یک پیر قدیما چلنگ نتی. نه چلنگ کنم. چلنگ در میدان میتی. چلنگ در میدان خود سرسبز مثل میدان وری است. نه زور شما رو باز کردن. اینا بخی یک رقم بچی گپ زده رئیس چی میگن؟ بچی؟ دشیفر. نه دشیفر. پالوان که چقدر شکسته باشه سنگین باشه همه قدر. دقیقاً باز همی پالوانی دیگه بچل است دیگه نه؟ با تکنیک است. با تکنیک است. نه که من جنس دارم نه تکنیک. نه داری نه خود. هیچ کدامش ندارم. وطن کجاست؟ وطن قره‌باغ شمالی. آها قره‌باغ شمالی. از کابل. از کابل است. آها بسیار خوب. از کابل چکر اومدین دیگه؟ ها از کابل. دوستای عزیز دیگه پهلوان سباین از کابل فکر کنین که آمده به علاقه بدخشان. چی رقم بدخشان خوش گذشت برات؟ والا خوب آب و هوا داره، خوب جای منظره داره، خوب فضا. فعلا که در قره‌باغ باشی در میگیری دیگه. فعلا گرمی از قره‌باغ. بسیار گرم است. فیض آباد گرم است حتی. فیض آباد هم خیلی گرم. کجای بدخشان گشتین؟
این دوستا ما نابلد هستم باز وقدر در قشلاقا هیچی ها را نمیفهم. کدام از یا رفیق هستی؟ کتی رئیس او بچه کاکایم از پیر. بسیار خوب. اینا هم از کابل آمدن؟ و هم از کابل آمدن دمی بدخشان خانهش از بازی ها سابقه موبایل دکان موبایل فروشی ها. بسیار خوب. چی رقم چی تو تصمیم گرفتی که بدخشان بیایی؟ همه تو البته امی قصه کد براته که بیسه همراه بچه کاکایم آمدم همه تو یک چکر. نمی رفیق مرا گفتم حالا موبایل فروشی داشته اینجا چکر آمد عکسای شدیدی گفتی بیام اونجا یک بار بریم. چی رقم مسابقاتی وقتا میکنین یا نه؟ مسابقات 7 سال پیش دفتر 4 کیلو در کابل قهرمان بودم. استاد ما استاد اسحاق نام داشت. از پهلوان‌های سابقه بود که خودی از اون دفتر 66 کیلو قهرمان بود و او را خدا ببخشه. دیگه از نمو چی از نمو ماندیم دیگه. باز همین مسابقه و همین پهلوانی هم خودش یک شوق داره نه؟ هر کس شوق هر کس شوقش هر کس رشته‌اش. یک در سالکیم در بوکس است یک در پهلوان است. کامفوز تکواندو است رقم است. باز چی تو علاقه‌مندی پیدا کرده که بیای بوکسر پهلوان شوی؟ از ما کاکایم پهلوان بود، خدا ببخشه بابیم پهلوان بود. ما کل ما پهلوان خیلی هستیم. خانوادگی پهلوان است. خانوادگی پهلوان هستیم. بسیار خوب. این منطقه که اومدی نامش میفهمی؟ نه نمیفهم. ولسوالی شهدا در قارسپان ایلاق است دیگه. ایلاق است. اونو خانه‌گاه را می‌بینیم خانه‌ای گلی است و ایلاق نشینای جو میشینن. حال فعلا دیدم دیگه حال. مقصد داخلش نری که مکمل ما رو گشتم فرست. نه ما کسی که دیگه ما رو نمیخوره. نمیگذه. خوب است. بسیار زیاد تشکر از شما. نام مبارک شما چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند همه این زیبایی ها. درود بر روان پاک ناجی بشریت اسوه انسانیت محبوب دلها جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عبدالحق نظری هستم از فیض آباد شهر جدید. بسیار خوب عبدالحق جان. بسیار زیاد بچه خوش کلام و خوش زبان. چی وظیفه دارین؟ فعلا شغل آزاد داریم جناب. بسیار خوب. چطور که تصمیم گرفتی بیایی طرفای بالا قارسپان؟ اینجا همین دوستان میمان هم هستن دیگه. این طبیعت قارسپان مثل یک طبیعت زیبایی است که همه را به طرف خودش میکشونه. میگه همه در بسط ذرات هستیم، همه پیغمبری به ذات هستیم، بشر آینه داری بی ثباتی است وگرنه دانش و توحید ذاتی است. خدا در گل خدا در آب و رنگ است، خدا نقاش این جمع قشنگ است. این طبیعت زیبا و این نعمت بزرگی که خداوند به ما عطا کرده ما باید هر لحظه شکرگزاری از این باشیم و از این طبیعت زیبا استفاده خوب بکنیم و از این نعمتی که فعلا امنیت و سراسری است و ما میتوانیم به هر گوشه بدخشان سفر کنیم و از زیبایی های آن لذت ببریم. این بسیار نعمت بزرگی خداوندی است. واقعیت آدم هم قسمی که مثلا میخوری مینوشی بعد از طبیعت هم لذت ببری. بسیار زیاد تشکر از شما. سلامت باشین. بخیر باشین. نام مبارک شما چیست؟ نام ما اشرف است، از ولایت کابل هستم، فعلا در فیض آباد شهر میشینم. بسیار خوب اشرف جان. چی رقم است رفتار مردم بدخشان جا که میله میایی باز خوش میگذره برات؟ الله شکر. احساس بیگانگی خود نمیکنی؟ نه شکر کل یک وطن است. وطن ما و شما وری وطن دیگه جای نیست. زیبایی که بدخشان داره دیگه جای نداره. یکی دیگه بسیار از امنیت خوش هستیم که امنیت شکر در وطن ما شما همه افغانستان امنیت است. علی هر کس در هر جای رفته میتونه. تفاوت در چی دیدی اینجا تا کابل؟ تفاوت خیر در افغانستان کل ما شما از یک وطن هستیم. ما تفاوت اینجا زیبایی که بدخشان داره دیگه جای نداره. بسیار آبی خوب داره، علاقه خوب داره. از امنیت شکرگزار هستیم که در سر افغانستان کسی پرسان نمیکنه کجا میری کجا نمیری. بسیار شکر که امنیت هست. زنده باشین. سلامت باشین. نام مبارک شما چی؟ محمدی عطایی. محمد جانی محمدی عطایی. عطایی صاحب خط از فیض آباد از فیر کنم. از فیض آباد میدانم. وقتی که من اصلا بسیار دیدم.
دکان داریم شهر نه خودتون هم میبینیم همینجا گشتی گذار زنده باشی. خوش میگذره؟ خوش میگذره. زنده باشین. ان شاء الله خوش بگذره. خیلی مزاحم شما نمیشیم. تشکر. خوش باشید. زنده باشین. تشکر صاحب. خوش آمدید. کدام گفتنی ندارین دیگه؟ تشکر. ببخشید. سلامت باشین. بریم که ما یک دور بزنیم. همین طرفای خانگاه بسیار خوبش معلوم شده رئیس. یک بریم اون طرفا شما خیلی شکرتان لذت ببرین. آمدیم آیسته آیسته طرف همین خانگاه میبینین. واقعا خانه علاقه نشینی بسیار زیاد هم تو جالب است. طرف هم دوالای بامش. السلام علیکم اکا. بخیر هستی؟ جور هستین؟ بخیر هستین؟ صحتمند هستین؟ حالتون خوب است؟ نام مبارک شما چی است؟ زمیر محمد زمیر. اکی محمد زمیر. اکی محمد زمیر قشلاق است. این خانه است چیست اینجا؟ این همین قشلاق وقتی کاو کادر و باروات قلام مثلا کاری میکنن که جاش سرشون پینا میشه و مثلا رو صورت تر میکنن دیگه. اینجا بسیار زیاد سرد است. با چی رقم در گذران میکنید؟ خود دیگه تا وقتی سردی شد گذر جو میروند دیگه نمیشه. در خانه تنها مردا زندگی میکنن؟ الان واسه که سیاست داره سیاستش میره مثلا اوچش میکنه مثلا پت پاش میکنه. خانه به سیاست هم است جو؟ راست کم است مثلا در جو میره پس سیاست را میره اون سری زمین داره علف داره میره. یا خانه به سیاستش است ما بریم اکثر کنیم به خانمش. کدام خانه است؟ یا قدیما صحیح همین خانه است. کام ان شاء الله بریم دیگه مشکل وجود نداره. کام سگ مگ نگیرم ها. بریم دوستای عزیز داخل خانه را بر شما یک نشان بدیم. خانه همیستریان مثلا وقتی که کادر رو میاریم این دنگدان چه تانسته دیگه؟ خودی چای کردم کلی چیز دمی یک خانه است دیگه؟ مثلا همه چیز در خانه دم یا وقتی یک کادر نه اومدین کادر رو ندید مجبورین که این خانه خلوت است دیگه؟ خلوت هیچ کی نیست. اینه دوستای عزیز اینی هم خانه. این خانه‌ای که مثلا مردمای اشکاشم و زیباک داره شما ما این خانه دارین؟ نه نمیگم خانه فرق نمیگم ما خونه. این خانه رو به نام چی یاد میکنن؟ اینو ما با فعلا به نام کنه که مثلا که یا میشه خونه داده گوش است جای کنه بالا کنه کد میگیم مثلا کنه داریم مثلا یک سرما. صحیح. خانه که است دوستای عزیز آنمو خطان دیدین این کلانتر فقط کنه و وقتی کنه مایده تر از اون اینی جای شیشتن هستن؟ جای شیشتن است. اونو بالا جای چی است؟ یا مثلا یا تندور است که مثلا داخلش تندور وقتی که نام سر باشه داخلش نام پختاری کردن. دیگه تندور است. دیگه خیلی دیگه نمی در نان و پیاز و کچالو و هر چی دارین داخلات. کلی چیزی در یک خانه است. همش یک خانه است دیگه. 3-4 نفر و 5 نفری که هستین فعلا در یک خانه دفعه تا وقتی کار می‌کنید. زیاد دور است مثلا چطور مواد خوراک را انتقال می‌دید؟ سری مرکب زیادتر انتقال می‌دیم. محترم خود گاهی وقت محترم زیاد پیدا شد 400 را پیاده گاڑی داریم دیگه. 400 را اینجا بریم 400 را میریم. صحیح. بازی خانه چقدر وقت تا ولی همین رقم است؟ چند سال میشه؟ وقت است که همین خانه نداریم اکثرش والا. همین خانه یک مثلا میگم 50 سال و بالاست خانه نداریم همین خانه دیگه همین خانه زیادتر سابقه است. واقعا دوستای بسیار زیاد جالب است دیگه. می قسمی که میبینین خانه 50 سال 60 سال یعنی سنگ است و لای است دیگه چی نداره. سنگ و لای است هیچی. مثلا زمستون هم یه رقم برف میزنن مثلا در نسبت زمستون میان برف میاد یعنی درو دیدی از بالا سرنشین میخوام بعد در بعد اعلام میکنه لیست برف میاد درو میاد برف میاد دیگه که برف کمونه ماری 2 متر و 3 متر برف جا میشه. باز البته درو را مکمل برف میکنه شما ای بالای بام از بالای بام و ای بالای برف راه میزنن
این مثل پیله میزنیم و پویلک میزنیم در ایرامی که مینداخیم. خب بریم تقه یک بیرون از روی اولی هم سر کنیم. صحیح است؟ بفرمایید شما بفرمایید. انشالله مزاحم کار شما نشده باشیم. کار ما نه اومدیم. خب مجبور یابم. در جا چی کاربار میکنین باز؟ یا علف میدریم. وای فعلا وقتی علف تر است. اصلا قشلاق به خاطر چی جا کج میکنین؟ باید به خاطر دیگه قشلاق دیگه کلی زندگی با کشت کارمون مثلا کاچ کی داریم نمیشه زیادتر است. مثلا اول از کم داریم. مثلا نمی علف کاچ کی داریم نمی کوره که خلصت از بعد یک 5 روز پس که به علف نمیبینیم اینجا. زمستان البته جا هستینو؟ قبل نه زمستان اینجا نمیشه. تابستون همیشه هستیم زمستان میریم. تابستان اینجا زمستان میریم. این علف یک ماه دیگه وقت دارن؟ یک ماه دیگه وقت داره که نیات آخرش یک ماه دیگه وقت داره کلان. بعد از اون سرد میشه. بعد از سرد میشه خب مثلا سرد میشه و تا تلمو تو میزان تو وقتی خزان ریز دو است مثلا بار خلاص نمیشه و نه کشت کارش میرسه. اگر بکار باشه که یک کم تر کم بالا را یک دور بزنیم. بریم. یک سال کنیم دوستای عزیز شما چند خانه را تصویرش سال کنین ما قایق بالا میرم باز در ادامه برنامه ما را هم بکنیم. گندم تا نو سر کشیدانه؟ نو سر کشیدن گندم نو. چی رقم با چی وقت میرسه؟ چهار تا میزونه برسه یک ماه دیگه برسه دیگه یک وقت. میزونه؟ با زیر چی رقم ناوقت شما سرش برف نمیزنه؟ سابقا برف میزد ولی برف نمیزنه. سابقا برف میزنه. سابقا سال زیر برف میموندم یا کشت کار همش میموند. حالا مثلا خودم یک ماه دیگه وقت رو میذاره شلو که خیلی حساب وقت زودتر میشه و همون که گندم از کیست؟ یک گندم یک تر ناصر میگن اون ناصر ترشل همینجا میاد؟ ترشل از اینجا میاد. صحیح بسیار خوب. بدون گندم دیگه دایش چی میشه در ایلا؟ کچالو میشه و پتک دورای رو تو مژک میشه و جو میشه و دیگه همین چیزا میشه دیگه کچالو سو. اصل قشلاق شما کجاست؟ یخچه. یخچه. نه یکی دیگه چیز داره در اینجا استارو. دیس دارو خمیس. کو پیش بیا که نام دیادم رفت. محمد زمیر. اکی محمد زمیر. ای اصلا را که میگیره بدر در جایی همینجا سکه کتون جای دیگه از برای که از اینجا نیست اینجا نیست نه همین زنبوردارش که اینجا نیست مثلا هیچ که زمین قدر را دید زنبوری اینجا نیست زنبوری برای که زردیه بسای نو نه خانه بچه خراب شده؟ اینا دیگه سابقه که یک دم که مردم که وقتی بود آباد بودن وقتی که مردم اینجا که دیگه زمستان نموند دیگه کلان خراب شد دیگه کلی خراب شد حالا چند نفر در اینجا آمدگیست؟ ولی نفر خود زیاد است نمیره هر کسی نفر رو بالا تایبیگا که میشه نفر زیاد میشه در روز میگم است دیگه بخاطر که کل دنبال کرد درو میره و علف درو میره دیگه کل گم است صحیح چند فامیل است زیاد است یگون 300 خونه است 300 خونه است در اینجا نه در نمیجا یگون 50 60 خونه است منطقه شما برای چقدر است 400 است 400 پیاده را میگردیم 400 پیاده میین پیاده میریم پیاده می چند سال هستین 52 ساله 52 ساله عمر دمی رفتن اومدن گذشته ولی یک کمی سهولت برای اون اومده یک وقتا در موتر برابر میبریم پیشات ساعت دادم دورای روش شروع دم مرکب بودیم دیگه مرکب بخواد مرکب بخواد مثلا زای نماز سبکی اول وقت نماز میخویم میجا پس اگه بار میگیم پس میریم نه که کیف کردگی سینونه سردی را سال کی یوار خیلی هم یک سردیش مونده دیگه نمی یک ماه نمی مال با تو یک ماه دیگه بعدش دیگه یه بود باشیدن نیست بسیار سرد میشه دیگه واقعا بازی خانه را چرا مردم خراب کردن و علاقه کاره مردم نمیشینه اینا گفتم که سابقه که وقتی میشنن اینا جای مالشون و جای گوششون داره جای هر چیزی بود ولی وقتی که یه کوچ کردن که رفتن یه کوچ کردن رفت بدتگاه دیگه اجازه دیگه کسی در قصهشون نشد دیگه مثلا چپاش سر کردن که اصلا جای شتن خشه یک جور میکنه و کمی که زمستان توسونا که میاد آخر چند مال داری؟ خدمت 15 تا زوری 15 تا شیر جرقات هم داری یا نه؟ نه نمیدونم میدم چپون میچرونه دیگه دنبال شیر جرقاتی داشت نداره این ساحه ایلاق فقط هم قدر استیان؟ سایه ایلاق هم این سایه مثلا کشته سایه ایلاقش بالاست و سایه کش بالا دیگه از این بالا موتر نمیره وان؟ از بالا موتر نمیره نه این زمین زیراتی شما هم قدر است؟ زمین زیراتی خیلی هم زیر الوادی تو مثلا زمین زیراتی سال بالا هم بالاست یک
نیم ساعت دیگه بریم باخر زمین زیراتی هم نمیرسیم. اصلا منطقه رو به نام چی یاد میکنه؟ میری یاد میشه. نمی منطقه به نام میری یاد میشه. به نام میری. به خاطر چی میریش میگن؟ نه این فهم بخواد کل میری نمی زمین به نام میری یاد میشه. این نو زمینش به نام شیخی یاد میشه. شیخی. میری و شیخی. اینجا حتی کچولو هم کردی نه؟ کچولو خیلی بسیار کچولو خوب داره. کچولو خیلی البته در زمستان میرسه دیگه. نیم ترامو برابر همین گرمان کشتن کلاسی کچولوش هم میرسه. دوستی از بسیار زیاد میری یک منطقه بسیار جالب. این طرفش دره است، این طرفش دره، در وسط دره قرار گرفته دیگه. در وسط دره قرار داره. از همین خاطر است که دیگه این منطقه را یک طبیعت زیبا بخشیده. وسط دره آب هم است، آن شاید صدای آب هم بشنوین و تا اون طرف بالا که میبینین اینمی سرسبزی است و طبیعت است و علف است و دیگه خلاصه ایلاق است دیگه. ایلاق اصلی خودم که چی رقم باشه و جونی و کاکا اصل داره. یک ذره ما از همین زنبوره اصل میترسیم بسیار گزیدگی است اگر پیش میرم. نه البته نمیکرد یک دفعه برای پیشی نگاه هم زنبور است و مثلا خیلی اصل زنبوردار نیستن. خیلی سایه بای نیست. خیلی سایه بای نیست. مثلا سایه بای مثلا هفته 2 روز بعد و 3 روز یک دفعه خبرش میاد 2 روز بعد و 3 روز بعد و دیگه نمیاد. سری این نگاهمون شد اونجا است. قریش. در اینجا با زمستان هم میشینین؟ زمستان نه. زمستان خود گفتم میشینیم ولی نمیشینیم دیگه. وقتی نمی سرک یکم که جور شد دیگه بعد از زمستون شدن موندی دیگه. هم تا آهسته پیش بیا تا بریم. همین نزدیک زنبورا خانه میریم. این نزدیک نمو خانه میریم. هم خانه را بر شما خانه کنک دیگه. کنک میگین شما؟ کنک مواد میکنیم دیگه. مثلا کنک داریم ما. کنک. هر کس همینجا صاحبی کنک نیست. مثلا هر کس صاحبی کنک داره شایی اون داره اونش که نداره. نه چیز. این یک تفاره مثلا از خور بسن که بخدا اجازه داره که کدام گوخر و بولای بونگان داره. چپر هم از خیلی چیزش میگن مالش میگن چی؟ چپر. هم چپر گوتگی سوقا چپر. میبسم خیمانو بازار چپر میچیدیم. نه گلای چی سه قضیه دکن؟ اینا رو یک طرف چیز میشلخه میگیم. این ما بنام شلخه واد میکنیم. این نمی بنام شلخه است. این اونو گلای سفید نداره؟ اونو بالا. کروش. اینا کدام علف دوایی است جونه؟ نمو خود نموش با میده را میگن دواست نموش بخ نمو. همون کروش همون گلای سفید کی داره؟ نمونم. صحیح. یون تورون وقت تورون چیزی بود. یک موضوعات سابقه می بسیار برابر بود. ولی کمی که گلامولون تمامی چیزی گلامولون مسادولی. ولی توران مورون از من رفت. همه چی داین رفت. دیگه هم خانه هم کنک دیگه ایرم چپاش نه. هم کنک چپاش است. یا خونه بود. یعنی جا خونه بود وقتی که اولش دیگه بود سرک که جور کردن خونه رو بعد چپاش درش نه روز درش اولمون خونه چپاش. سابقی سرک نبود دیگه. نه سابق سرک نبود. سرک پسان کشیدین. سرک مردم خودش خانوار 5000 3000 4000 جمع کردیم. اسکوتر گرفتیم سرک جور کردیم. چند اولاد دارین؟ 6 با روزگار چی رقم؟ هر روزگار خوب است شکر مثلا جون که جور باشه خیلی. دنیا با جان جور نرسن. هیچ با جان جور. چی کسب کمال داریم بدین دهقانی؟ بدین دهقانی کم قسم نمی دیوال بندی هم است مثلا خانه جور کنیم. شما ایتان زیاد مقبول است. دیره کسی بخشتان گفتن؟ شما ایتان سبز است. نه گفتن باز خود گفته دیگه تشکر. زنده باشید. ای که قطعی ما گشتیم دیگه ای طرف والا در خدمت مثلا جو بسیار زیاد ببخشید دیگه جو من دیدید نه سر در اومدن دیگه او چای هم نبود که براتون یک چیز جوری بخیر ما چای خریدیم مثلا زیاد ببخشید مثلا دیدار خرید ما هم که بالا که با دیدار تا خوشحال شدیم هر وقتی باشه ما در خدمت هستیم اون یک برادر نولای کن در خدمت سلامتی خدا شما را اجر نصیب کنه خدا شما را موفق کنه خدا نگهدار خدا تشکر صاحب. خب دوستای عزیز قسمی که دیدین دیگه آمدیم به منطقه میری که جنگ منطقه ایلاق نشین بوده کنکا دیگه اون قسمی که میبینین از بیشتر دیگه سرک موتر هم نمیره و اینم قدر سرکش تا نمیشه آمد. واقعا بسیار یک جای زیبا و قشنگ دیدنی بوده. اومدیم کیف کردیم لذت بردیم. جای بسیار زیاد سرسبز جای زیبا هیچ حس نمیکنی که اینجا تابستان باشه. این وقتی فصلش است دیگه نه بسیار زیاد گرم است نه بسیار زیاد سرد که خنک بخری. هم بسیار طبیعت نرمال و ملایم. اگر هم شما هم خواستین که به این منطقه سفر کنین دیگه آدرس شنه ولسوالی شهدا دره قارسپان منطقه میری نمی آخرین جایی که به حساب کنکاش میگن قسمی که در تصویر میبینین.
تشکر از اینکه کانال یوتیوب بدخشان پلاس دنبال کردین. تا این دم بازم اگر میخواین که ما برنامه خوبتر بهتر بر شما تهیه کنیم، کانال ما را سابسکرایب کنین، منتظر برنامه بعدی ما باشین و همچنان اگر خواستین که به فقرای بدخشان کمک کنین، ما شماره واتساپی که در زیر اسکرین گوشه هایتان میبینین یگانه راه ارتباط میان ما و شما است. خدا نگهدار.